با فرانسه بار اول نمیروید به فکر؟ نه، بار دوم میروم. بار اول کلکسیه من رفته بود در آنجا که کلکسیه از تمام منطقه های تاجیکستان اینها لباس هایی بودند که از لباس های قدیمه اثر نو احیا شده بودند و حتی نماینده یونسکو در تاجیکستان خانم زلفیه وقتی که چکن را معرفی میکردند در تنشان یک جامعه سرخ چکن و بر کرده بودند از کلکسیه من که اعضای حکمان نفرانی که باید تصدیق میکردن چکن را وارد میکردن به یونسکو همچون میراث غیر مادی در حیرت موندن از او پرسیدن که این لباس چی گفت این همون چکن است. اگر این همون چکن باشه الکی تشویش نکشید ما وارد کردیم چکن شما چون که خیلی یک شهامت و یک زیبایی داشت که مردم رو به خود جلب کرد. کدام سال بود؟ 2018. بله یعنی پیش از اون که اول کلکسیه من رفت بعدا